با مقصد سزاوار استقبال گرفتن روز جهانی فوتبال امروز در سرتاسر تاجیکستان و بیرون از آن شورابینی‌های زیادی ورزشی برگزار می‌گردند. ما این حال قرار داریم در میدان دوم ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه که اینجا با تشبث مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به بازی‌های دستوی یک فستیوال بسیار هم با شکوه بخشیده بر روز جهانی فوتبال برگزار گردیده است که در اینجا شماره زیادی کودکان و نوجوانان جلب گردیدند، هر گونه بازی‌های شوق‌آور و مشق‌های گوناگون را انجام می‌دهند. البته که امروز تشبث‌های تاجیکستان از جانب جامعه جهان به خوبی پذیرفته شده است که روز جهانی فوتبال هم یکی از آنهاست. طبعا به همگان معلوم است در دوره استقبال از روز جهانی فوتبال که 25 می تجلیل می‌گردد از 19 تا 25 می سال جاری در سرتاسر کشور فستیوال و شورابینی‌های زیادی ورزشی راه اندازی می‌گردند که این روند می‌تواند در نهاد نورسان محبت فوتبال را بیشتر کند. در فستیوال مذکور 120 نفر کودکان و نورسان فوتبال باز اشتراک کرده با بازی‌های شوق‌آور و مشق‌های گوناگون جلب گردیدند. سلسله نقشه شورابینی‌های مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزشی با بازی‌های دستوی چنین شورابینی را روی کار آوردیم که این همه این بخشیده به روز جهانی فوتبال است و ما بسیار هم خرسندیم. این پیشنهاد از طرف یگان دولت ابدقدرت از طرف دولت تاجیکستان شد و محترم رئیس شهرمان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستم میمالی است که ما این را همه طرف ورزشگاه خصوصا این سمت فوتبال همه طرف ما دستگیری میکنیم. همه کودکان تشنه فوتبال هستند چون که همه فوتبال را دوست می‌دارد، قدر میکند. بعد چنین پیشنهاد جهانی گشتن فوتبال کودکان فکر میکنند که یک بار همشون به فوتبال داده میشن. مقصد مرای مؤسسه همین است که بسیارتر بازیگران موفق بازیگر چهره‌های نو را به دستای منتخب ملی از 13 ساله سر کرده تا دستای منتخب شامل گردید. در مراسم افتتاحی فستیوال امروزه نمایندگان نهادهای دخلدار ساحه، بازیگران منتخب فوتبال کشور و فوتبالبازان تا 17 ساله مملکت شرکت نمودند. ضمن سخنرانی مسئولین نخست تشبث پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی را یکی از اقدام‌های مهم و سروقتی ارزیابی نموده روز جهانی فوتبال را به همگان مبارکباد گفتند. روز جهانی فوتبال برای هر یک و یک شما مبارک باشد. تشکر. همزمان گفته شد که فوتبال نه تنها یک بازی بلکه مهمترین وسیله برای متحدی خلق و ملت‌ها به حساب می‌رود. استقبال روز جهانی فوتبال البته با راه‌اندازی فستیوال و چهاربینی‌های ورزشی این یک نوع رشد دادن و عمومیت ورزش رقم یک در تاجیکستان به حساب می‌رود. اینفراستراکتور مهم ورزشی مخصوصاً میدان و میدانچه‌های معاصر فوتبالی امروز امکان فراهم آورده است که دوستداران فوتبال در تمام مناطق کشور بیشتر گردند. البته
ҷашн гирифтан яъне қабул гардидани санаи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол барои футболи кӯдакону наврасон як такони хоса хоҳад буд. Чунки лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон имрӯз тибқи нақшаи кории худ яъне барои дар бошукӯҳ таҷлил кардани рӯзи ҷаҳонии футбол яъне силсила чорабиниҳо, фестивалҳо ва инчунин мусобиқаҳоро баргузор намуда истодааст. Албатта кӯдакону наврасоне ки имрӯз дар ин чорабинӣ фестивали мазкур ширкат варзиданд бо як рӯияи болида, яъне бо як хурсандӣ, бо як чеҳраи хандон ва умед аз он дорем ки чунин силсилаи чорабиниҳо ин пеш аз ҳама барои оммавӣ гардонидани футбол байни кӯдакону наврасон мебошад. Кӯдакону наврасон таҳкурсии футболи тоҷик мебошад. Маҳз яъне аз миёни ҳамин кӯдакону наврасон мо метавонем дастаҳои мунтахаби наврасони кишвар яъне мукаммал созем ва вақте ки чунин силсилаи чорабиниҳо яъне баргузор мегардад ба мо масъулини соҳа вазифадор мегардем яъне ки беҳтарини ҳамин кӯдакону наврасон аз миёни 1000 нафар кӯдаке ки ширкат меварзад пайдо намоем. аз ҷониби нафарони масъул ки раванди баргузории фестивалро бардошт доштанд, машқу бозиҳои шавқовар гузаронида шуд ки ин муҳит барои кӯдакону наврасон хеле писанд буд. چهار سال با فوتبال مشغول میشم. فوتبال ورزشی بهترین در جهان میشد و من فوتبال رو خیلی دوست میدارم. من چندین تورنیرها، مسابقه ها بازی کردیم، جام شهرداری، چمپیونات شهر و ما در اونجا خیلی نقص بازی کردیم. من میخوام که بهترین فوتبال باز جهان شم، رنگی مسی و رونالدو در کلوب های اروپا بازی کنم. امروز فستیوال بود برای فوتبال. امروز فستیوال خوب گذشت. ماها ویکتری نکردیم، مشق‌های گوناگون کردیم و هر چیزهای دیگر. امروز همه فوتبال بازان نورس خرسند بودند. ما میخواهیم که دسته تاجیک جام جهان براید و در آنجا چمپیون شود.
бала. واقعا همین گونه بازی های شوق‌آور، همین گونه تمرین هایی که برای کودکان در اینجا راه اندازی شده است میتواند که روحیه آنها رو باز هم بلندتر کند، مهر و محبت آنها رو به فوتبال زیادتر کند. باوری داریم که از برگزاری همین گونه فستیوال ها و مسابقه های زیادی ورزشی میان کودکان و نورسان باز چهره های خوب فوتبال بازان آینده دار پیدا می شوند. در واقع برای بسیاری از نورسانی که میخوان از قدم‌های اول به فوتبال پیوستگی داشته باشند، راه اندازی چنین فستیوال ها یک تکانی بزرگ میبخشد و به همین واسطه عمومیت فوتبال بیشتر و خوبتر میگردد. هر یک نوستی که امروز به میدان آورد او یک مقصد دارد. فوتبالبازی بهتر شدن. من هم برای همین به میدان اومدم که فوتبالبازی خوب شوم و محنت نکنم. فستیوال امروز به ما خیلی پسند شد. خیلی میدانیم روز جهانی فوتبال 25 مای ما امروز خیلی خرسند و بازی‌های شوق‌آور انجام دادیم. رحمت برای تشکیل کردن این فستیوال. ما می‌خوایم که مثل ستاره‌های جهان شویم. من خودم مثل والورده شدنی هستم. برای این من مشق تمرینم رو سرقل داده خیلی حرکت میکنم. البته حضور فوتبالبازان شناخته کشور و از نزدیک دیدن آنها به محابا به کودکان و نورسان انگیزه الهوگی میبخشد. کاپیتان تیم ملی احتم نظروف، عضو منتخب فوتبال کشور رستم سایروف و رسلان خیلایف همزمان بازیگران منتخب تا 17 ساله مملکت با این نورسان کم بازی نموده توصیه ها دادند. ما در آنجا خیلی بازی‌ها و رقص‌ها و کارهای فوتبالی کردیم. یکی از خرسندی ما این میباشد که با بازیگران تیم ملی احتم نظروف، رستم سایروف و غیرها واخوردیم. ما میخواهیم که در آینده رنگ مثل آنها پرچم برداری دولت شویم. وقتی که آنها با ما کمی بازی کردن، آنها با ما روحیه دادن که شما مشق را دوام داده در آینده گفتن که مهنت کنید، تلاش کنید و
оянда машқҳои худро давом диҳед ва метавонед футболбозӣ хуб шавед. ҳангоми доир кардани фестивали мазкур дар баробари иҷрои машқу бозиҳои шавқовар ҳамзамон аз ҷониби дастандаркорон ба иштирокчиёни фестивал тӯҳфаҳо низ тақдим карда шуд, ки чунин таваҷҷӯҳ метавонад рӯҳияи кӯдаконро боз ҳам бештар кунад. خب ببینید اینقدر نورسان زیاد با محبت خیلی بیشتر در نزد احتم نظرف کاپیتان تیم ملی و یکی از فوتبالبازان بسیار هم مشهور کشور جمع اومدند و باوری هم دارم که بعد از آنی که از دست احتم نظرف تحفه ها گرفتند و یک انگیزه ایلوگی برای محبت فوتبال پیدا شد. خب احتم امروز میان نورسان بودید، میان این فوتبالبازان آینده بودید، روحیه چگونه بود نورسان و بیشتر با شما چی میگفتند؟ دیده ایستادیم که کودکان خیلی خرسند هستند، میخوان که آینده در مهارت خودشون نشون دهند، بازی کنند در مسابقه‌های بین المللی. ما هم دیده ایستادیم که یا خرسند هستند، خودمون هم جوانی خوشحال شدیم، جوانی خودمون را یاد مانزدیم. ما هم خیلی معیده بودیم، چهره همینا را دیده بودیم، دیده ایستاده بودیم، آرزو میکردیم در آرزومون رسیدیم. ما هم بچه‌ها را گفته ایستادیم که ای آرزوتون رو افتاده نشین، فقط کار کنین، شما میتونین، شما جوان هستین، نصیب آینده در ایمون زور میشه، فقط حرکت کنین و مهارتتون پیش برین. جلب استعدادها به دسته‌های فوتبال محض از اینجا آغاز می‌یابد. چقدر که با کودکان و نورسان چنین چاره‌بینی‌های آماده بیشتر برگزار کرده شود، همون قدر تاثیر کلان خواهد رسانید. شاید در آینده نزدیک از میان اشتراکیان فستیوال مذکور فوتبالبازان کشف گردند که در منبعد به منتخب‌های فوتبال ما کمک خود را رسانند. برای رسیدن به نتیجه‌های نظر است امروز امکانیت‌ها هست، زیرا سال میدان و میدانچه‌های فوتبالی در تمام قلمرو مملکت بنیاد گردیده است. ما از این شده ما فخر میکنیم که این پیشنهادی کرده پرزیدنت فدراسیون فوتبال رو در سازمان ملل متحد پذیرفتند، تمام جهان پذیرفت و ما میبینیم امروز که چگونه تشبوس ها و چگونه فستیوال ها شده میگذارند. ذوق و خواهش نورسان سال تا سال زیاد میشود. اگر ما هر سال این رو میگذارونیم ببینید که چقدر نورسان در این فستیوال ها اشتراک میکنند. ببینید که شهر و ناحیه ها، ببینید که در دهه ها میگذرد. برای همین هم ما این فستیوال ها هر سال میگذارونیم و با فکر من که برای فوتبال تاجیک، برای ملت ما این در آینده خیلی منفعت خوب میآورد. من در مکتب ورزشی، در مکتب جمهوری مهارت عالی ورزش اوید به نمودهای دسته‌ای کار میکنم و سال من میبینم که چهره های نو پیدا میشه. میبینیم که در تیم ملی که زیر 17 ساله که بر جام جهان راه خط گرفتن، دو دروازه‌بان من شامل شدن، با این تیم ملی شامل شدن و ان شاءالله که من باوری دارم که در آینده باز هم من دروازه‌بان های بهترین رو با جمهوری برای تیم های منتخب آماده میسازم. برای فوتبال تاجیک، برای آینده فوتبال ما ان شاءالله که سهمگذار میشه.
дар фарҷоми фестивал ба футболбозони тими миллӣ ва 17 солаи кишвар ба хотири ширкат ва рӯҳбаланд гардондани кӯдакону наврасон дар ҷараёни ин фестивал ҳамзамон саҳми бузургашон дар рушди футболи мамлакат сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд ки ин раванд дар назди ин қадар кӯдакон метавонад ангезаи бештарро барои онҳо бедор кунад ва бо ҳамин фестивали футболи кӯдакона бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ба анҷом расид.